میدونید اختلال اوتیسم چیه؟ والا من یکی دو مورد دیدم تا حدودی. بله. توی تلویزیون و در واقع رسانه ها دیدم. یه سری چیزا میدونم که حالا تا حدی میدونم. تا حدودی در حد یه اطلاعات عمومی جامعه‌ای. کسی از اطرافیانتون درگیر اختلال اوتیسم بوده؟ چه تفاوت‌هایی با کودک عادی داره؟ بچه‌هایی که خیلی تو خودشون فرو میرن، موقع بازی کردن زیاد به اطراف توجه ندارن، تنهایی بازی میکنن، از لمس شدن بعدشون میاد. میدونم که یه اختلال ژنتیکه که در واقع وقتی بچه به دنیا میاد مادر پدر خیلی متوجه نمیشن، ارتباط چشمی هم نمیگیرن. همون یه ذره حرف زدنشون فکر میکنم فرق داره. این بچه ارتباطش با دنیای بیرون قطع تقریبا، یعنی با کسی ارتباط نمیگیره و بیشتر توی خودشه. جمع شدن حواسشون اختلال تو این موضوعی کمی مشکل دارن. صداهای براشون زجرآوره، بعضی از رفتارها براشون زجرآوره، جوریه که براشون غیر قابل تحمل میشه. خیلی چیزایی که برای بچه‌های طبیعی نرمال مشکلی ایجاد نمیکنه. گوشه‌گیر هستن، یه مقدار پرخاشگرن، عصبی ان، اون چیزایی که شنیدم کامل نمیدونم. تمرکز نداره. یا تو هواپیما من سوار شدم دیدم که بچه مرتب جیغ میزد وقتی که سوار شد و مرتب تمام پرواز اون بچه جیغ زد و گریه کرد. والا تو اطرافیان که من به موردی بر نخوردم، اگرم بوده در گذشته چون هنوز کسی شناخت نسبت به این بیماری نداشته خیلی عادی ازش رد می شده. همین. چه تفاوتایی با کودک عادی؟ فکر کنم یه مقدار بچه‌های پیش‌فعالی هستن، یه مقدار زودرنج، پیش‌فعال. به نظرتون این افراد چقدر عمر میکنن؟ در مورد طول عمرشون من فکر میکنم طول عمر طبیعی دارن، منتها با شرایط سخت میرن جلو. اندازه آدمای طبیعی عمر کنن دیگه. قطعا وقتی که حساسیت تو هر انسانی بیش از حد بره، مغزم یه کششی داره، قطعا یه مقدار عمرشون نسبت به بچهای خونسرد و عادی قطعا من فکر کنم کمتره. حالا نمیدونم چقدر درست میگم. بهره هوشیشون چقدره؟ به نظرتون افراد باهوشین یا نه؟ فکر کنم تو بعضی چیزا باهوش باشن. یکی دو تا مورد که مثلا شنیدم انگار بعضی چیزا مثلا بهره هوشیشون ممکنه زیاد بشه. فکر میکنم باید اگه درمان بشن میتونن افراد موفق تری باشن. من تا اونجایی که شنیدم مسی فوتبالیستم فکر کنم اوتیسم داشت. درسته؟ من تا اونجایی که شنیدم افراد باهوشی ان. حالا اون چیزی که من تو این روزهای اوتیسم که چیز میشه یه مقدار توضیحاتی تو رسانه ها میاد، معمولا بالاتر هستن از سطح جامعه. چرا؟ به نظرم نرماله. میتونن بهره هوشی مثل بچه‌های دیگه داشته باشن. 100% بچه‌های باهوشی ان، چون خواسته هایی که میخوان پشتش میذارن و بهش میرسن. پس این باید یه هوش خوبی داشته باشی که یه پشتکار و هوش خوبی داشته باشی که بخوای بهش برسی. عمده مشکلات خانواده هایی که فرزند اوتیسم دارن چیه؟ چه مشکلاتی برای خانواده ها اتفاق میفته؟ همین که اطرافیان بهشون بگن، مثلا اطلاعات نداشته باشن، هی بگن یه عیبی رو بچه بذارن، بگن بچه چرا اینجوریه، چرا مثل بقیه نیست. واقعا سخته، همه چی براشون مشکله. به اضافه اینکه یه مادر و پدر وقتی احساس میکنن بچه‌شون غیر طبیعیه و یه شرایط نرمال نداره زجر زیادی میکشن. فکر میکنم نمیتونن هماهنگ بشن دیگه. ببینید ما خب به صورت روتین زندگی میکنیم، سخته دیگه که شما مثلا حالا کودک عادی نیست، حالا یه سری مشکلات داره، مثلا شما مهمونی یا مثلا جایی مثلا تو خانواده زیاد این بچه‌ها رو نمیشه ببری دیگه، سخته. خب ممکنه همین با یادگیری مشکل داشته باشن مادرها. مثلا میگه بچه مدرسه میره متوجه حرفای معلمش نمیشه، یا اینکه نمیدونه تکالیفش رو چجوری انجام بده، باید من دوباره با معلم تماس بگیرم، یا یه حرفی باید چند بار بهش بزنن. فکر کنم همین عدم تمرکزش باعث میشه که مشکلات پیدا بشه تو خانواده. درکشون نمیکنن، نحوه برخورد باهاشون رو بلد نیستن و جامعه ما جامعه‌ای نیستش که مثل اروپا یه فرهنگ سازی نسبت به این بچه‌ها بشه که این بچه‌ها رو بتونن خانواده‌ها درک کنن. روز جهانی اوتیسم رو میدونید چه روزیه؟ خیر نه اینم نه متاسفم. منم دقیق نمیدونم. 14 فروردین فکر کنم 14 فروردین. اگه قضیه زبدرای وسط ویدیو رو نمیدونی چیه حتما کپشن رو بخون.